کسی دیگر پرسیده است که در خواب مار دیدن چی تعبیر دارد؟ ما گاه گاه تعبیر خواب میکنیم، دیگر مردم هم از تعبیر سوال میتیند. در بابت مار یک تعبیر این است که اگر بیماری روحی مبتلا شده باشد، یعنی جن زده باشد، تعبیری همون ماری که در خواب میبینه است همون جنی هست که اون را آزار میدهد. لیکن انسان سالم هست، برای اون به دشمن تعبیر شده است. دشمن بسیار فریبکار، العدو الماکر. می شود که این دشمن زنش باشد، می شود که این دشمن فرزندش باشد، می شود که این دشمن همسایه حسد میکردگیش باشد. اگر خواب دید که مار را کشته است، بر دشمنش پیروز و غالب می شده است. اگر خواب دید ماری خشکی را، ماری خشکی دشمنیش سخت‌تر هست از ماری آبی کرده. اگر ماری سیاه خواب دید، ماری سیاه دشمنیش از دیگر مارها کرده با سخت‌تر بوده است. اگر ماری خرد خواب دید، دلالت میکند بر این که دشمنش کم قوت هست، یا اینکه دشمنش از داخل خاندان خودش هست. اگر ماری بزرگ خواب دید، این علامت این هست که دشمنش بسیار دشمنی سخت دارد، با این عداوتش بسیار وزنین هست. والله اعلم بالصواب. باز این خوابها به اعتبار خوابینها، به اعتبار وقتها فرق میکنن. نمی شود که یک خواب در همه یک تعبیر داشته باشد. بعض وقت یک خواب به اعتبار شخص یک تعبیر دارد، به اعتبار یک شخص دیگر یک تعبیر دارد. شاید کدام وقت گفته باشم یا نگفتم، یک شخص پیش ابن سیرین رحمت الله علیه، بسیار معبر خواب بود، آمد گفت که من خواب دیدم که اذان میدهم در خوابم. فرمود که تو حج میروی. در همون مجلس یا در مجلس بعدی باشد، باز یک فرد دیگر آمد، اون هم همین خواب را گفت که من خواب دیدم که اذان میدهم در خوابم. گفت تو دزدی میکنی. شخص پرسید که حضرت خواب یک خواب هست، تعبیر چرا فرق کرد؟ فرمود که به اعتبار شخص ها فرق کرد. اون انسان صالح بود، در بابت تعبیر خواب او آیه سوره توبه هست، و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر. لفظ اذان هست به معنای اعلان. اذان هم برای همین اذان است که مردم را اعلان میکند که بیایید به طرف نماز. این شخص انسان فاسق هست، در بابت این همون اذانی که در سوره یوسف هست راست می آید. فاذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. اعلان کرد اعلان کننده ای که ای اهل قافله شما دزد هستید. یک خواب هست، دو تعبیر می شود.